کشتی نفتکش. کشتی‌های نفتکش برای حمل نفت و محمولات نفتی ساخته شدند و عمل بارگیری و تخلیه توسط پمپ‌های سکوی بارگیری و یا پمپ‌های سطح عرشه کشتی انجام میشه. به دلیل استفاده از این پمپ‌ها سرعت بارگیری و تخلیه در نفتکش‌ها نسبت به سایر کشتی‌ها بیشتره. این کشتی‌ها به دو نوع مخصوص حمل نفت خام و حمل فرورده‌های نفتی تقسیم میشن. شکل ظاهری نفتکش‌ها شبیه کشتی‌های فلده بره، با این تفاوت که دریچه‌های روی مخازن نفتکش کوچکتره و برای بازرسی مخازن استفاده میشه. طبق قانونی که در سال 1984 میلادی تصویب شد، کلیه نفتکش‌های جدید ملزم به داشتن بدنه‌های دوجداره برای جلوگیری از نشت نفت به آب دریا هستند. با استخراج روزافزون نفت، نیاز مبرم کشورها به طلای سیاه، توسعه و پیشرفت قابل ملاحظه ای در حوزه کشتی سازی به وجود اومده، به طوری که در اوایل دهه 70 میلادی کشور ژاپن اقدام به ساخت نفتکش‌هایی با ظرفیت 500,000 تن کرد. برخی از نفتکش‌ها توانایی حمل 2 میلیون بشکه نفت رو دارند. به دلیل اندازه بسیار بزرگ این کشتی‌ها، بارگیری و تخلیه اونها در بنادر امکان پذیر نیست و این فرایند در محل‌های مخصوصی انجام میشه. امروزه نفتکش‌ها بالاترین درصد حمل و نقل دریایی رو به خودشون اختصاص دادن. تفاوت عمده تانکرهای بزرگ با کوچک اینه که تانکرهای کوچک به علت حمل مواد متنوع فرآورده‌های نفتی دارای انبارهای متعددی هستند، در حالی که در تانکرهای بزرگ تعداد انبارها کمه. شما میدونید کشورمون چند تا کشتی نفتکش داره؟